کتبانو که داره کتبانو گری میکنه. آخه این بشقابه با عشق از مادر شوهر گرفتم. عشقش کنم لامینای قدیمی کلی داره. از این کم داره که روز جمعه است و چون نزدیک عیده دیگه همه فروشگاه ناخن از صبح تا شب یه سر بازن. برای همین الان میخوام بریم چند تا تابلت بگیریم و عوض کنیم و اونایی که اشتباه گرفتم و کدشون رو عوض کنم. بریم ببینیم. اینجا باید رعایت کنیم جریمه نشیم. بیشتر از این نمیتونم برات دادگاه. فروشی هم معروفه. در بسته خوردیم. امروز جمعه است، من حواسم نبود اصلا. تایم کارشون هنوز شروع نشده. اومدیم کافه تا موه بزنیم. اصلا حواسم نبود اومدیم کافه تا شروع به کار کنم دیگه. برای اپل واچ خودش توی لیست کارهای بهمن ماهش اپل واچ خودش رو نوشته حتما. خیلی دوست دارم. نوشته حتما. بعد تعویض گوشی منو نوشته حالا اگه شد اگه نشد. باز هم حجاب رو رعایت میکنیم به خاطر اینکه نمیخوایم به خاطر ما کافه تعطیل بشه و تذکری داده بشه. خیلی خیلی قشنگه. بای به شادیه. احمد انقدر گرمه ظهر تا بعد از ظهر انقدر گرمه که خفه میشیم از گرما. ولی خب چون تا شب قراره بمونیم بیرون دیگه پوشیدیم لحاظ کردیم. شکلاتش خیلی خوشمزه است. این شکلیه. رنگ تلخی داره با یه امریکانو. منتظر فروشگاه. روز جمعهمون به تمام روزامون به تایم ناخن مربوط میشه، به کارهایی که مربوط به ناخونه. و آینه گرد. چند داریم؟ البته اینا برای فروشگاه دوم خرده عید پدر ما در بود. انتخاب سخت. مرسی آتر گرمه. یه همسایه داریم توی این املاکی کار میکنه. این آقا توی این املاکی هست. انقدر ماشالله زبله که وقتی بیکاره میاد کمک بقیه. خب من برگشتم خونه با این خریدا که یه چیزی حدود 2 میلیون، بیشتر از 2 میلیون، من میگم حدوداً 2 میلیون پام آب خوردن. و الان برای شب عید خرید چندمم؟ فکر کنم خرید 5م. یعنی چیزی حدود 10 میلیون. فقط لاک و دیزاین گرفتم، نه نیازی یا چیزی که نیازه. یعنی مثلا مواد و ضد عفونی کننده و اینجور چیزا رو نگرفتم. فعلا فقط لاک. و هر سال هر لاک جدیدی که میگیرم، هر چیز جدیدی که میگیرم اینجوریه که از قدیمی ها میزنن، از جدیدا نمیزنن. نمیدونم ولی درس عبرت نمیشه برای من حالا این قضیه.
اینجا هم نگاه نکنید کثیف لباسا رو به هم ریخته است. میخوام الان گرفتم. ما برگشتیم خونه. یه وضعیت نابسامانی هست، اتاق خیلی به هم ریخته است، لباسایی که همه شستن و تا نشدن و همه چی میخوام مرتبشون کنم، ولی یه دونه از این جورابیا گرفتم چون اصلا جورابام واقعا نابسامانه. حالا اتاقم بهتون نشون میدم. اینجا جایی که لباسامو میذاریم. الان نمیتونم این میخوایی که خریدم بزنم تو باتون، باید اینجا رگال بشه توی این کموده، ولی خب هنوز نرفتیم لوله‌شو اینا رو بگیریم. رفتم لوله‌شو بگیرم، گفتش که باید چون طولش زیاده یه لوله خاصی بگیریم. بعد دیگه چیز کردم دیگه، گفتم حالا تا من برم و سنگ و از این داستانا بعدا میزنم این لوله رو، ولی خب الان جورابیه رو درستش کنم حداقل. این هم وضعیت لباس هاست که باید درست و مرتب بشه و ما توی فصلی هستیم که نمیدونیم سرده یا گرم. من شامیزای تابستونم رو گذاشتم اینجا که دم دست باشم بتونم ازشون استفاده کنم، ولی توی کمد زمستونه ها رو گذاشتم که دم دست باشن. حالا باز اینا هم یه سری تابستونن، ولی تابستونه های اصلی رو منتها اینا رو گذاشتم توی کمد اون اتاق. از جمع کردن شال متنفرم. حالا دیگه در همین حد تونستم جمع جور کنم و لباس دادم یه جورایی بعد از اینو در بیارم چون اضافه زیاد دارم. یه سری شمیز تابستونم باز این زیر دارم که اونایی که نمیخوام باید در بیارم. لباسایی که شلوار و شمیز و اینا همه رو باید برم بدم خیاط برام تنگشون کنه. لباس خیلی گرون شده، همشون هم نوعن، هیچ مشکلی ندارن، فقط بدم تنگ کنم برام. من دیگه تمام و برای بار 1000 برم لوکیشن سوم اینجا نشون میدم. برای یه لکی گرفتم عوض کنم اسلام در خطر نیافته. لکی گرفتم عوض کنم و چیزای دیگه بگیرم. اومدیم هایدای قدیمی. هایدا یعنی این چند روز اینقدر خرج کردم هیچی برم نمیاد. هیچ خلاص. هایدا ببینم ساندویچ تو